بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم بازوبست شیشه بالابر برقی رو انجام بدیم و قطعات داخلیش رو ببینیم و همچنین نحوه تعویض سیم شیشه بالابر برقی رو توضیح بدیم. خب این قسمت موتور برقی شیشه بالابر برقی، این قسمت هم ریلشه که این ریل شیشه رو بالا پایین میبره. این قطعه به شیشه وصل میشه و شیشه رو به طرف بالا پایین حرکت میده از طریق این سیم هایی که وجود داره و این سیم ها توسط این قسمت قطعه پلاستیکی هستش، غلطکشه که توسط یک موتور برقی حرکت میکنه. حالا میخوایم این قسمت موتور رو باز کنیم، داخلش رو ببینیم که از چه قطعات تشکیل شده. این قسمت یک پیچ هایی داره. این پیچ ها رو ما با پیچ‌کشی 4 سو باز میکنیم و این موتور برقی رو خارج میکنیم. خب الان ما پیچ ها رو باز کردیم، این موتورش رو خارج میکنیم که ببینیم داخل موتور چه قطعاتی داره. این قسمت پوسته موتوره که داخل اون یک بالشتک هایی وجود داره. بالشتک ها از نوع آهنربای دائمی هستن و این هم که آرمیچر شیشه بالابر برقیه که این قسمت زغال هاشه، 2 تا زغال داره. این زغال ها به این سوکت وصل میشه و اینجا برق مثبت منفی برای قسمت آرمیچر میاد و میتونیم این آرمیچر رو با پیچوندن خارجش کنیم و این قطع آرمیچرمون هست. این آرمیچر جلوش یک چرخدنده حلزونی داره. این چرخدنده حلزونی و این قسمت یک کلکتوری داره و این کلکتور یک تیغایی داره. به تک تک این تیغا لامل گفته میشه و این سیم پیچایی وجود داره که دور یک هسته آهنی پیچیده شده. این قسمت زغال های موتور شیشه بالابر هست که این زغال ها یکشون مثبت میشه یکشون منفی میشه و برق رو به اون قسمت کلکتور میده. خب حالا میخوایم که این قطعه رو خارجش کنیم. این قطعه غلطکشه که با آهستگی پیشکشکی میزنیم زیر این قطعه و این رو خارجش میکنیم. الان این غلطک میاد بیرون و سیما جدا میشه. سیم ها جدا شدن. اینجا یک چرخدنده پلاستیکی داره. این چرخدنده پلاستیکی رو از داخل این قطعه که چرخدنده حلزونی شکل هست حرکت میده. این صف زغال خارج میشه و اگر که ما این آرمیچر رو در این قسمت قرار بدیم به چرخونی جا میره. میبینید که با چرخوندن آرمیچر این دنده حرکت میکنه و باعث میشه که سیم های شیشه بالابر حرکت بکنن. برای جا زدن به قول معروف زغال ها رو قسمت کلکتور، اول این سیما رو به طرف عقب میکشیم. این سیما رو که به طرف عقب بکشیم زغال ها داخل میره به این صورت و به این صورت. حالا با کمک یکی از دوستان این آرمیچر رو جا میزنیم.
خب حالا ما آرمیچر رو در جای خودش قرار میدیم، زغال‌ها رو رها میکنیم. حالا این قسمت زغال‌ها با قسمت آرمیچر درگیر شده. خب حالا میخوایم که موتور شیشه بالابر رو در محل خودش نصب کنیم که این رو زغال‌ها رو نگه میداریم. با پیچوندن موتور پایین میره و زغال‌ها هم در جای خودشون نصب میشن. این که با چرخوندن موتور این چرخنده حرکت میکنه. برای راحتی کار، برای اینکه زمانی که میخوایم این بالشتک رو جا بزنیم ممکنه آرمیچر رو بکشه عقب، چون این خاصیت آهنربایی داره. ما اول بهتره که آرمیچر رو در اون قسمت قرار بدیم، بعدا زغال‌ها رو جا بزنیم. به این صورت زغال‌ها رو جا بزنیم، با جمع کردن زغال‌ها این رو در این قطعه سوار کنیم، بعد روی موتور نصب کنیم. خب با پیشگوشتی زغال‌ها رو جمع میکنیم، بعد فشار نرمی رو که بدیم این جا میره. من توجه کنید زغال‌ها جا رفته. این قسمت که دوتا پیچ داره سمت سوکت باید باشه. خب الان موتور رو در اون محل خودش قرار دادیم، این چرخنده درگیر شده، این قسمت پیچاشو میبند. خب ببینید آقایون، این چرخنده باید این سیم ها دورش پیچیده بشه که همکارمون دوست عزیزمون این کار رو انجام میده. ببینید این سیم ها رو دور این چرخنده میپیچونه، پیچیده شد. حالا اون قسمت اون سیم قول معروف پایینی رو جا میزنه، در جای خودش میپیچونه. یه مهارت خاصی میخواد. بعد این باید وسط باشه. حالا این گره رو نگه داشته، این گره رو که نگه داشته یه دور آزاد میکنه. ما باید همزمان این چیزا رو وقتی سیما رو جمع کردیم، حالا من اینا رو میکشم تو جای خودش میبرم. را صبر کنم. خب اینا رو جا میزنیم در اون محل خودش. سیما رو جمع میکنیم، فنر رو فشار میدیم. خب حالا جا میزنیم. الان سیما چی شدن؟ جمع شدن. میز رو ما به منفی وصل کردیم و مثبت رو به این سیم وصل میکنیم. یعنی این سیم رو که به بدنه وصل کنیم اینم معلوم. خب ببینید مثبت رو وصل کردیم، الان منفی رو حرکت میدیم، این رفت به آخر رسید. حالا که از سیما رو عوض کنیم. خب منفی مثبت رو که برعکس کنیم میبینیم که این رفته پایین، حالا برمیگرده. امیدوارم که این آموزش مفید واقع شده باشه.